تو از هر در که بازآیی، بدین خوبی و زیبایی دری باشی که از رحمت به روی خلق بگشایی. به گلبیگم که بی صدا آمد و درها را به سکوت گشود. 6 ماه از آمدنم به حرم گذشته بود. همه به نام گلبیگم صدایم می کردن. اما گلبیگم نه زبان کینه می فهمید، نه رسم دورویی را بلد بود. دلش فقط بلد بود دوست بدارد و همین شد که زندگی در آن خانه پر از سایه برایش مثل راه رفتن با پای برهنه روی شیشه شد. اتاق موسیقی تنها جایی بود که هنوز در آن من بودم. آن روز هم همه رفته بودند. دستهایم می زدند، اما دلم جای دیگری می خواند. ناگهان حس کردم کسی پشت در است. نگاهم نکرد، اما حضورش را دیدم. در آرام باز شد و کسی ایستاد. فقط یک لحظه نگاهش را دیدم، یا شاید خیالش را. عبایی روشن، شانه هایی بلند، نگاهی بی صدا و در را بست. تمام چیزهایی که درباره شاه شنیده بودم در آن چند ثانیه با هم آمیخت. شاید خودش بود، شاید هم باز یکی از خیالهایی که از چشمم بیرون نمی رفت. این اولین بار نبود. چند بار دیگر هم حس کرده بودم کسی مرا نگاه می کند، نه با چشم، با گوش. در همین فکر بودم که راضیه آمد. بازم تویی؟ هنوز ول نکردی این شعر و شاعری رو؟ لبخند زدم. داستان را برایش تعریف کردم. راضیه خندید. خندید که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. با خنده های او خنده هم گرفت. نه، دیگر با هم می خندیدیم، بلند و بی پروا. خنده من بالا گرفته بود. داشت می رفت تا سقف که ناگهان دایی آمد. نه با فریاد، نه با عجله، با آن چشم های سرد و صدایی که شاه را با همون تربیت کرده بود تا یاد بگیری که هیچ وقت صدای خنده تا از دیوار حرم بالاتر نرود. سکوت کرد، فقط نگاه، بعد اضافه کرد: امشب از شام خبری نیست. گرسنگی بهتر از توبیخ آدم را تربیت می کند. و رفت بی آنکه سرش را برگرداند. من و راضیه وسط اتاق نشسته بودیم و مات به هم نگاه می کردیم. خنده از لبهایمان پریده بود، اما ردش هنوز مثل یک خط لبخند ناتمام گوشه صورتمان مانده بود. هیچ کدام چیزی نگفتیم، حتی راضیه که همیشه حرف برای گفتن داشت. سکوت روی همه چیز سایه انداخته بود. آن شب من و راضیه گرسنه به خواب رفتیم. فردای آن روز بیبی باشی که بعد از دعای بیش از هر کسی در حرم نفوذ داشت، بی صدا آرام به سمتم آمد. صدایش آهسته بود: بیگم، خواجه صدایت کرده. بی هیچ حرفی همراهش راه افتادم و به سوی اتاق خواجه باشی رفتیم. از پیچ دالان گذشتیم. راه روی باریکی بود که فرش نازک قرمز رنگی بر زمینش پهن شده و بوی گلاب از آن به مشام می‌رسید. مقابل دری که با پرده‌ای از مخمل صبح پوشیده شده بود ایستادیم.
بیبی بی صدا پرده را کنار زد. اتاق روشن بود از نور پنجره‌های مشبک چوبی که میتابید. در انتهای فضا خواجه باشی بر پشتی بلندی تکه داده بود. مقابلش میزچه‌ای از چوب گردو با پایه‌های قلمکاری شده قرار داشت. بر سطح میز دوات و قلمدان خاتمکاری شده‌ای دیده میشد و برگ‌هایی که نیمه نوشته، نیمه مو خورده، بی‌نظم پخش بودند. بوی جوهر و کاغذ تازه رطوبت خورده در هوا بود. سرش پایین بود. انگشتانش روی حاشیه کاغذها حرکت می‌کردند. صدای قدم‌های ما که بلند شد، پیشتاب سر برداشت، نگاهم کرد و بیدرنگ با لحن خوش و حساب شده گفت: نمی‌دانی که زنان حرم اجازه خنده و بلند آواز خواندن ندارند؟ نفسم بند اومد. خیال کردم دایه چیزی گفته. لابد خنده من را در کلاس موسیقی شنیده بود. خواجه ادامه داد: صدای آن دختر آنچنان در راه رو پیچیده که گویی ناله جانسوز با آن بلندی و با آن سوز. آیا چنین رفتاری در شأن تعلیمات ماست؟ سرم پایین بود. زبانم بند آمده بود. نمیدانستم چه بگویم. خواجه نگاهش را از من برداشت، رو به بیبی باشی کرد و تنها گفت: ببرش. و دوباره مشغول کارهایش شد. وقتی از اتاق بیرون آمدیم، به زحمت زیر لب گفتم: ما دیروز فقط خندیدیم. بیبی نگاهی به من انداخت، آهی کشید و گفت: خواجه چیزی را خودش ندیده. شاه وقتی از راه رو میگذشته صدای آواز را شنیده، چنان صدایی که ناگهان ایستاده، انگار جادو شده باشد. دنبال صدا رفته و وقتی رسیده و تو را دیده گفته: چنین دختری در حرم من باشد و من از وجودش بیخبر باشم. از دست خواجه خشم گرفته. خواجه هم گفته منتظر بوده آموزش هایت تمام بشود و تو را به درگاه همایونی ببرد. تا وارد راه رو شدیم، راضیه با چند تا از دخترها هراسان دویدن سمتم. نفس نفس می زدم. راضیه رنگ به رو نداشت. داشتم براش می گفتم که بیبی باشی دوباره پیدایش شد. همانطور با اون لحن آرام و نگاه سنگینش حرف می زد و من چشم به دهانش دل کنان گوش می دادم که گفت: میبرمت به دست بوس شاه. و چند بار تکرار کرد. چنان می گفت و نگاه می کرد گویی می خواهد مرا به بهشت ببرد. و بعد تند گفت: زود باش، با ما بیا، باید آماده شی. مرا به حمام حرم سرا بردن. جای نیمه تاریک با بخارهایی که در نور شمع می‌رقصیدند. دیوارها کاشی‌های لاجوردی داشتند. کف با گلاب شسته شده بود. زنهای حمومی موهایم را با گل سرخ و برگ مو
شستم. پوست تنم را با لیف‌های نازک صابونی مالیدم و بعد با مشک و عطر عنبر بدنم را خوشبو کردم. آرام زمزمه می کردم: امشب صدات دیگه برا خودت نیست بیگم جان. بعد نوبت آرایش بود. ابروهایم را نازک کردم، سرمه کشیدم، با انگشت کوچک کمی سرخاب به گونه ها زدم. نه زیاد، فقط اونقدر که انگار خجالت کشیده باشم. موهایم را با گل یاس و روبانهای ابریشمی جمع کردم. لباس فاخر را بیبی باشی آورده بود، حریر بنفش با سکه های ریز طلایی بر دوخت یقه و شالی که بوی یاس میداد و جواهرات، گردنبند یاقوتی که میگفتند سوگلی قبلی به گردن ننداخته بود، گوشواره هایی با نقش ماه و ستاره، انگشتر نقره که وسطش نگین سرخ داشت، نه بزرگ اما خیره کننده. غلام علی پشت در صدایم زد: گل بیگم آماده، شاه قرار صداتو بشنوه. رفتم، نه چون جرأت داشتم نه چون خواستم، فقط چون صدا راه خودش را همیشه پیدا می کند، حتی اگر صاحب صدا هنوز نداند کجای این آواز ایستاده. در پشت در دو ندیمه با غلام علی منتظرم بودند که مرا همراهی کنند. غلام علی مثل همیشه جلوتر از من راه میرفت، با آن حالت همیشگیش، انگار که جای تمام ترس‌های من شوخی بلد بود. گل بیگم یادت نره، وقتی شاه وارد شد سرتو انداز پایین، لبخند بزن ولی نزیاد. اگه ازت چیزی پرسی با واژه قربان شروع، حتی اگر اسمتو پرسی. سعی داشتم حرفایش رو گوش کنم، اما قلبم اونقدر میکوبید که بیشتر صداها شبیه موج بودن. راستش نمیدانم اون لحظه دقیقاً از چه میترسیدم. از دیدن شاه، از دیده شدن، یا از اینکه شاید آن همه رویا با یک نگاه تمام شود. اما خنده هم گرفت. بله، در همون لحظه‌ای که قرار بود مثل مجسمه مؤدب باشم، خنده هم گرفت. نه از بی‌ادبی، از ترسی که چسبیده بود به وجودم و غلام علی که ادا در می آورد. اگر با چشم چپ نگاه کنم گردنم زده می شود و ایستادم. دستم رو روی شکمم گذاشتم، خم شدم و چنان خندیدم که اشک از گوشه چشمم سرخ. غلام علی برگشت، سرخ شده و با بیگم جان، دارن ما را از پشت ستون ها نگاه میکنن، خنده هات میره توی گوش همه. نفس را حبس کردم، لبهایم را گاز گرفتم و باز راه افتادم. در دل اما هنوز میخندیدم، نه به غلام علی بلکه به خودم، به دختری که هیچگاه گمان نمی بود روزی پایش به این کاخ برسد. و وقتی به در اتاق همایونی رسیدیم، غلام علی آرامتر شد، در را آهسته باز کرد و گفت: آماده ای؟ حالا دیگه شوخی نداری. نفس عمیقی کشیدم، به داخل رفتم. باورم نمیشد آنچه می دیدم چیزی فراتر از خیال، گویی از جهانی دیگر آمده بود. چند قدم جلو رفتم، با
بادی خفیف از پنجره می‌وزید. سقف آینه کاری شده با نور لرزان شمع‌ها آن همه درخشش را هزار تکه می‌کرد و در فضا می‌پاشید. بوی عطر یاس در هوا پیچیده بود، عطری که نه فقط مشام که در جان می‌نشست. اتاق نه اتاقی در دل کاخ که هجله‌ای در دل رویا بود و او ایستاده بود، نه درست در میانه نه کنار، مثل کسی که همیشه در جای درست ایستاده باشد. و من نفس کشیدن را فراموش کردم. نمیدانم چند لحظه گذشت، فقط فهمیدم ایستادم، دستهایم را جمع کردم جلوی شکم و پاهایم انگار از من جدا شدند. صدای قدم‌های او آمد، آرام، بی‌شتاب، مثل کسی که نه از روی قدرت بلکه از روی اطمینان نزدیک شود و ایستاد. به اندازه یک نفس کشیدن عمیق با من فاصله داشت و بعد صدایش را شنیدم، صدایی گرم، کمی بم، با لحنی نرم و بی تکلف. شنیدم نیمه شب آوای نازت، دلم لرزید از سوز و نیازت. صدایت مشک بود از راه خلوت، ربود از من دل و صبر و مروت. در فصل سوم